الان ساعت 2:15 است. وارد روز 5 شدم. خب تا حالا تو عمرم من تصور نمی کردم که این حرکت رو بزنم که 7 روز خیلی زیاده، ولی خب تا الان خیلی خوب بوده. از حالا جدا از این که واقعا داره بهم فشار میاد و معدم انگار داره مچاله میشه، ولی صورتم شفافتر شده. 5 کیلو وزن کم کردم امروز، خودم وزن کردم و شروع چالش من رو 115 و 200 بودم. تا الان نزدیک 5-6 کیلو وزن کم کردم و خیلی چیز باحالیه. یعنی یه جورایی بدنم داره پاکسازی میشه. این کار به شدت چیزای خوبی داشته برام، ولی دارم واقعا نمیدونم چه کلمه میتونم براش بگم. مطمئنم که اون حرکت رو حتما میشه و الان من کاملا هم پف صورتم خوابیده. قراره که کل روند رو داشته باشیم با هم دیگه. من داریم ویدیو رو میبینی و با چنل آشنا حتما یه سر بزن. خوشحال میشم که بهمون بپیوندی و جزو خانواده‌مون بشی. این چنل من روی ایده‌ای کار میکنم که یه مقداری شاید نشدنیه، ولی میخوایم با هم انجامش بدیم.